نور على نور. ای بنده مومن، بر دنیات حریص نباش، از رمضانت به دنیات نزن. یعنی چی؟ یعنی اهمیت نده به این دنیایی که بال پشه ارزش نداره پیش خداوند. رمضان رو از خودت میزنی، این همه عبادت، نه دو رکعت فجر که خیر من الدنیا ما فیها هست، این همه عبادت از تهجد، از تلاوت قرآن، از اون روزه، برای فوتبال، به خاطر بازی، به خاطر نگاه فیلم، این پاس داشتن رمضان، این قدر رمضان رو دونستنه، این قدر شناسی رمضان که انسان به بیهودگویی بپردازه، هر فلکی مفت خواب، صبح میخوابه تا غروب، اینقدر وقت هست تو قبل بخوابی که میگه ای خدا کی دیگه قیامت برپا میشه که من از قبل بیدار بشم. دنیا جای خواب نیست. چقدر میخوای بخوابی؟ 3 ساعت، 4 ساعت. صبح نماز فجر میخوابه تا کی؟ تا دم غروب. نماز ظهرش قضا میشه، بعضیا نماز عصرشون هم قضا میشه، دم غروب بیدارش میکنن بلند شد. نهایت تنبلی هست، سستی هست، بی‌رغبتی نسبت به عبادت و طاعته. چه اجر و پاداشی از روزتون میخوای ببرید؟ این است که میگه مسارعت داشته باشید، مسابقت داشته باشید برای اعمال خیر. ولی این گفتم یعنی کسی میتونه این مسارعت و این تشویق درش اثر داشته باشه که چند تا حدیثی پیرامون این ارزش ها بخونه، قدر رمضان رو بدونه. در مثل عربی میگن اللي ما يعرف الصقر يشوي، کسی قدر شاهین رو ندونه باز که باش پرندگان دیگر، 100 تا پرنده دیگر میتونه باش صید بکنه، اون پرنده رو کباب میکنه، فکر میکنه پرنده عادیه، پرنده که نه ارزش داره. اللي ما يعرف الصقر يشوي، قدر شاهین رو نمیره کبابش میزنه. کسی که قدر رمضان رو نمیدونه میخوابه، ولی اگه قدر رمضان رو دونست دیگه نمیره حرص جوش دنیا بخوره، هم غم دنیا رو داشته باشه، از عبادت بزنه به چی؟ به خاطر دنیاش. بعدم اینجا مسئله مهمی که هست، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، 3 بار تکرار شد، ایمان و احتسابا. مؤمن باشی یعنی چی؟ یعنی تصدیق بکنی، یعنی حرف خدا برات ملاک باشه. این روزه واقعا من رو نجات میده، بکنی صدق با خداوند، اعتقاد، اسباب اعتقاد انجام بدی، نه عادت، اعتقاد. این روزه من رو نجات میده از جهنم خداوند. اعتقاد سبب میشه که تو تعصب به حق داشته باشی، نه تعصب به مذهبت و نمیدونم شکل و شمائلت و قوم و قبیلت و پدر و جد و اجدادمون. تعصب به حق سبب میشه که با تعصب بیشتر، با اهمیت بیشتر، با اعتقاد بیشتر، با استواری بیشتری بچسبیم به اون طاعت و عبادت. ایمانا و احتسابا. احتساب یعنی طلب اجر، یعنی از باب این که من این عبادت رو انجام میدم که به این پاداش برسم، که گناهان من بخشیده بشه. حالا گناهان من بخشیده میشه تمامی گناهان حتی کبائر؟ نه، صحیح اینه که کبائر با توبه نصوح و اگر حق کسی پایمال شده با درخواست و تقاضای حلالی از اون بخشیده میشه. کبائر ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ان تجتنبوا کبائر، اگر کبائر را اجتناب کردید، دوری ورزیدید، اگر انجام دادید، توبه نصوح کردید، ما میبخشیم. نه اینکه فکر بکنیم که هر گناهی انجام دادیم بخشیده میشه. خیر، گناهی بخشیده میشه که صغیره باشه، اما کبائر باید توبه نصوح باشه. أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم